میدونی که دچار پرخوری عصبی میشی وقتی که توسط یه عامل بیرونی، یه رفتار یا یه حرکتی ناراحت میشی یا عصبانی میشی. اونجاست که یه ندای دائم توی ذهنت میاد بهت میگه این حقت نبود که اینطوری باهات برخورد کردن، اینقدر مهربونی کردی آخرش اینطوری باهات رفتار کردن. اصلا این چه زندگیه؟ به هر کسی محبت میکنی میشه وظیفت و تو رو وادار میکنه به خوردن. بهت میگه بخور تا آروم بشی، بخور بی خیالش بشی. و با اینکه تو میدونی با خوردن هیچ چیزی درست نمیشه و تو رو از هدفت دور میکنه، اما دیگه نمیتونی خودتو کنترل کنی و اون خوراکی رو میخوری. میبینی این ذهن خود توئه که تو رو وادار میکنه به خوردن، به جایی که بهت بگه بابا با خوردن چیز حل نمیشه، تو باید مشکلت رو بررسی کنی، اونو حل کنی، اما به ضررت کار میکنه و دشمنتون میشه و تو رو وادار به خوردن میکنه. اینجایی که باید به نداهای درون ذهنت آگاه باشی، از قانون 5 ثانیه استفاده کنی و بیخیال حرف